دوستان عزیز، به اولین اپیزود از کانال رنگ نو خوش اومدین. اینجا توی این کانال میخوایم با هم به زبان ساده راجع به روانشناسی صحبت کنیم. راجع به بعضی از روانشناسای معروف و تئوری‌های اونها حرف بزنیم. دلیلش هم اینه که ما اکثراً به دنبال یادگیری مهارت‌های مختلفی هستیم که توی کارمون یا توی درسمون بهمون کمک کنه یا باعث بشه که یک موضوع خاصی رو بهتر متوجه بشیم. ولی غالباً هیچ جایی، نه توی مدرسه، نه توی دبیرستان و نه بعداً توی دانشگاه برای رشته‌های خارج از علوم انسانی هیچ صحبتی راجع به روانشناسی نمیشه. انگار اهمیتش رو در نظر نمیگیرن. انگار فراموش میشه که این بخشی از خود ماست و ما برای شناخت بهتر خودمون و آدمهای دیگه و تمام ارتباطاتمون احتیاج به دونستن راجع به روانشناسی داریم. ما برای اینکه به اون اهدافی که توی زندگیمون داریم برسیم، برای اینکه زندگی بهتری رو بسازیم و تجربه کنیم، نیاز به دونستن راجع به روانشناسی داریم. توی این کانال سعی می‌کنم راجع به مقولات مهم روانشناسی صحبت کنم و قلباً امیدوارم که براتون مفید واقع بشه. خب، بریم سر موضوع این اپیزود. روانشناسی چیه؟ از کجا اومده؟ چیکار میکنه؟ ما اغلب با این سوالات بسیار متنوعی توی زندگیمون روبرو میشیم که شاید جوابشون هم راحت نباشه. سوالاتی از قبیل اینکه مثلا خلاقیت چیه؟ چرا بعضی از آدما موفق تر از بعضی دیگن؟ یا ضمیر ناخودآگاه چیه؟ روانشناسی همه اینها رو مورد بررسی قرار میده. روانشناسی در واقع علم مطالعه ذهن و رفتار انسان هاست. جالبه بدونین که روانشناسی علم بسیار جوونیه و ریشه در قرن 19 داره. تا اون موقع روانشناسی یک رشته جدا نبود، بلکه توی دانشگاه‌ها روانشناسی بخشی از فلسفه بود. توی قرن 19 دو تا آدم به اسمهای ویلیام وونت آلمانی و ویلیام جیمز آمریکایی که بهشون پدران علم روانشناسی لقب دادن، روانشناسی رو به عنوان رشته مجزا توی دانشگاه‌ها پایه‌گذاری کردن. ویلیام وونت آلمانی به عنوان اولین کسیه در تاریخ که لقب روانشناس گرفته و اولین کتاب رو در زمینه روانشناسی در سال 1873 چاپ کرده. همچنین اون اولین آزمایشگاه روانشناسی دنیا رو توی شهر لایپزیگ پایه‌گذاری کرد. نکته خیلی جالبی میخوام بهتون بگم. ویلیام وونت اولین روانشناس دنیا بعدها توی مطالعاتش به این نکته اشاره کرد که فرهنگ نقش بسیار بسیار مهمی در روانشناسی داره. حالا شما اینو نگه دارید، ما بعدها به این نقطه دوباره برمیگردیم. یکی از شاگردهاش به اسم ادوارد تیچنر یکی از اولین تئوری ها رو در زمینه روانشناسی پایه‌گذاری کرد به اسم ساختارگرایی. خب، روانشناس بعدی که میخوایم راجبش حرف بزنیم همون ویلیام جیمزه که اولین روانشناس آمریکایی هستش. اون خیلی به نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی اهمیت میداد، همون نچرال سلکشن داروین، و معتقد بود که در نتیجه نظریه تکامل هر چیزی توی طبیعت تغییر میکنه، حتی به لحاظ رفتاری، تا خودش رو با محیط تطبیق بده و این انطباق باعث نجات و زنده موندن و تولید مثلش میشه. به نظر اون وظیفه علم روانشناسی بررسی عملکرد رفتار در دنیاست. به این نوع نگاه میگن کارکردگرایی یا فانکشنالیسم
که بر نقش و عملکرد فرایندهای ذهنی در کمک به انسان برای سازگاری با محیط میپردازه. انطباق با محیط، این رو هم اینجا نگه دارین، ما بعدها با همه اینا کار داریم. خب حالا میخوام راجع به یکی از مهمترین و جنجالی ترین روانشناسان تاریخ صحبت کنم. مطمئنم که حدس زدید کیه. زیگموند فروید اتریشی. خب خیلیاتون راجع به فروید و نظریه روانکاویش شنیدین. فروید در بررسی بیمارانی که دچار حمله‌های شدید روانی و جسمانی می شدند خیلی به تحقیق در مورد این بیماران می پرداخت و معتقد بود که بسیاری از مشکلات این بیمارها از ضمیر ناخودآگاه اونا میاد. به عقیده فروید ضمیر ناخودآگاه ما یک مجموعه ای از احساسات و نیازهایی هستند که ما هیچ آگاهی نسبت بهشون نداریم. در نتیجه روانشناس نیاز داره که به ضمیر ناخودآگاه انسان دسترسی پیدا کنه که بتونه توی حل مشکلات بهش کمک کنه. فروید معتقد بود یکی از این راه‌ها تجزیه و تحلیل خواب‌هاییه که آدم‌ها می‌بینن. اینطوریه که از نظر اون ما میتونیم به ناخودآگاه انسان دسترسی پیدا کنیم. تئوری روانکاوی که تمرکزش روی ناخودآگاه انسان بود و همچنین تجربیات بچگی خیلی جنجال برانگیز بود و خیلی مورد توجه قرار گرفت. این نوع نگاه روانشناسی بالینی رو تا چندین دهه بعدش تحت تاثیر خودش قرار داد. عقاید فروید بسیار تأثیر برانگیز بوده و حتی امروزه خیلی از تراپیستا یا درمانگرها به ناخودآگاه و تأثیر تجربه‌های بچگی روی تمام زندگی یک فرد باور قوی دارن. روش‌های روانکاوی به شکلی که شخص راجع به خودش و تجربیاتش صحبت میکنه به وسیله فروید خیلی معمول شد و تا امروز هم ادامه داره. به هر حال خیلی از عقاید فروید در زمینه کاریش بحث برانگیز بوده. ولی روی هم رفته تلاش فروید در رابطه با مهم جلوه دادن تجارب بچگی و تأثیر اون در بزرگسالی و تأثیر خودآگاه و ناخودآگاه روی رفتار انسان رو نمیشه نادیده گرفت. اون در واقع یکی از مهمترین افراد در مقوله روانشناسی کلاسیک هست. امیدوارم که تا اینجا از اپیزود اول خوشتون اومده باشه. ما بعدها هم راجع به فروید بیشتر صحبت میکنیم و عقایدش و نظراتش و تأثیرش به صورت کلی روی روانشناسی جا داره که راجع به فروید بیشتر صحبت بشه. امیدوارم که از اپیزود امروز خوشتون اومده باشه. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه و یک کنجکاوی رو درتون ایجاد کرده باشه که راجع به روانشناسی بیشتر بدونید. اگر فکر میکنید مطالب این کانال برای خودتون یا برای کسی که میشناسید جالبه، خوشحال میشم که سابسکرایب بکنید و این کانال رو به دوستاتون معرفی بکنید. متشکرم ازتون و خدا نگهدار.